تا حالا فکر کردی که فرق آدمای موفق با آدمای معمولی چیه؟ شانس، استعداد، پول یا منابع؟ اگه بهت بگم که هیچ کدوم از اینا نیست، فقط یک باور عمیق توی ذهن تو هست که میتونه مثل یک دیوار آجری جلوی پیشرفت تو بگیره یا مثل یک موشک تو رو به سمت پیشرفت هدایت بکنه، حالا چی میگی؟ من آقای روانشناس هستم. همونطور که از اسم کانال پیداست، قراره که اینجا در مورد موضوعات خاص روانشناسی و زیرشاخه اون یعنی توسعه فردی صحبت بکنیم. قرار نیست اینجا از اطلاعات زرد کمک بگیریم. اینجا قراره کاملا علمی و بر اساس تجربه صحبت بکنیم. بنابراین چیزهایی رو که اینجا در موردش صحبت میکنیم رو یاد بگیر که این باعث میشه در زندگیت زودتر به موفقیت برسی. یادتون باشه کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید تا بتونید از ویدیوهای بعدی هم استفاده کنید. امروز قراره که راجع به مهمترین قانون توسعه فردی صحبت بکنیم. قانونی که اگه درکش نکنید توی بقیه قانون‌ها دچار مشکل میشید. قانونی که مادر همه قانون هاست. بهش میگن قانون طرز فکر. این ایده حاصل دهه‌ها تحقیق یک دانشمند روانشناس معروف در دانشگاه استنفورد به اسم کارول دوک هست. اون میگه که انسان‌ها نسبت به توانایی‌هاشون معمولاً 2 دسته طرز فکر دارن. دقیقاً همین طرز فکری که باعث میشه سرنوشتشون رو تعیین بکنن. دسته اول طرز فکر ثابت دارن. یعنی چی؟ یعنی میگن استعداد، هوش و شخصیت یک سری ویژگی‌های ذاتی و ثابتن و هیچ وقت تغییر نمی‌کنن. درست مثل رنگ چشم. شما باهاش به دنیا میایید و این دیگه تغییر نمی‌کنه. صدای طرز فکر ثابت تو ذهن اونها میگه که مثلا من ذاتاً تو ریاضی خوب نیستم. من آدم خلاقی نیستم. من هیچ وقت نمیتونم سخنران خوبی بشم. اینطور افراد از چالش‌ها فرار میکنن. چرا؟ به این دلیل که اون رو یک امتحانی میدونن برای اینکه بی استعدادی ذاتیشون رو ثابت بکنه. اونا هیچ وقت تلاش نمیکنن و از شکست میترسن، چون فکر میکنن شکست خوردن یک برچسب دائمیه که روی اونها خورده میشه و بهشون میگه تو ذاتاً آدم بی استعدادی هستی. تو ذاتاً ناتوانی. تو به اندازه کافی خوب نیستی. و اینکه اونها تلاش کردن رو نشانه ضعف میدونن، چون اعتقادشون اینه که اگه آدم با استعدادی بودن نیازی به تلاش نداشتن و آدمای با استعداد بدون تلاش به نتیجه میرسن. اما دسته دوم اینجاست که بازی عوض میشه. اونها آدمایی هستن که طرز فکر رشد رو دارن. اونها اعتقادشون اینه که توانایی‌ها مثل عضله میمونه. با تلاش و تمرین و یادگیری میتونن اون رو تقویتش کنن و بهترش کنن و قوی‌ترش کنن. اونا میگن اون چیزی که ما باهاش به دنیا اومدیم فقط یک نقطه شروعه، نه خط پایان. صدای طرز فکر رشد توی سر اینجور آدما میگه که خب مثلا این کار سخته، خب فرصت خوبیه برای یادگیری. یا میگه شکست خوردم، بس بهتره که از این شکست درس بگیرم و اشتباهمو تکرار نکنم. و یا میگن من هنوز تو این توانایی موفق نیستم ولی با تمرین قطعا موفق میشم. این افراد عاشق چالشن، چون چالش رو فرصتی برای قوی تر شدن میبینن. اونا از شکست نمیترسن. شکست براشون فاجعه نیست بلکه یک بازخورد ارزشمنده. ولی تلاش برای اونها ابزار اصلی رسیدن به استادیه. این فقط یک تئوری روانشناسی مثبت اندیشی نیست، بلکه پایه محکم علوم اعصاب رو هم داره. به این پدیده میگن نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی.
نوروپلاستیسیتی میگه مغز ما یک تکه سنگ ثابت و محکم نیست، بلکه مثل خمیر بازی قابلیت انعطاف پذیری و تغییر شکل در تمام طول عمر رو داره. یه مثال براتون میزنم. فرض کنید میخواید از یک دشت پر از علف‌های بلند عبور کنید. خب عبور کردن برای بار اول خیلی سخته و نیاز به تلاش خیلی زیادی داره. اما اگه ما هر روز این کار رو تکرار بکنیم، بعد از مدتی یک راه پاک و مشخص تو بین اون علف‌زار ایجاد میشه و از اون به بعده که راه رفتن تو اون مسیر برای ما راحت و آسون میشه. مغز هم دقیقاً همینطور کار میکنه. هر بار که شما یک مهارت جدید رو یاد میگیرید، مغز در حال ساختن و قوی‌تر کردن یک مسیر بین سلول‌های عصبی یا نورون هاست. پس نوروپلاستیسیتی علم پشت پرده طرز تفکر رشده. خب حالا که از نظر علمی هم این قضیه رو متوجه شدیم، چطور میتونیم از طرز تفکر ثابت به طرز تفکر رشد مهاجرت کنیم؟ خبر خوب اینه که این کار کاملا ممکنه. من 3 راهکار عملی بهت میگم که از همین امروز، نه از همین الان بتونی این کار رو شروع بکنی. قدم اول، قدرت کلمه هنوز. این ساده ترین و در این حال قدرتمندترین ابزاره. هر موقع که صدای طرز فکر ثابت توی سرت گفت من نمیتونم، تو فقط یک کلمه بهش اضافه کن. بگو من هنوز نمیتونم. پس از این به بعد من نمیتونم گزارش رو تموم کنم تبدیل میشه به من هنوز نتونستم گزارش رو تموم کنم. من توی این کار خوب نیستم تبدیل میشه به من هنوز توی این کار خوب نیستم. همین یک کلمه کوچیک یک بن‌بست رو به یک مسیر باز تبدیل میکنه. درهای رشد رو یکی به یکی به روی تو باز میکنه. قدم دوم، فرایند رو تشویق کن، نه فقط نتیجه رو. از این به بعد به جای اینکه به یه نفر بگی تو خیلی باهوشی، بهش بگو من تلاشی رو که برای این حل مسئله کردی تشویق میکنم. راههایی که برای حل این مشکل اجرا کردی خیلی فوق‌العاده بود. وقتی فرایند رو تشویق میکنی، این پیام رو به مغزت میدی که خود مسیر و تلاش کردن ارزشمنده، نه فقط رسیدن به مقصد. این کار باعث میشه به یادگیری عشق بورزی به جای اینکه برای تایید شدن تلاش کنی. قدم سوم، ناراحتی رو در آغوش بگیر. یادت باشه رشد همیشه در لبه منطقه امن تو رخ میده. وقتی یه کاری سخته یا احساس ناتوانی میکنی، این فقط یه حس بد نیست. دقیقاً همونجاست که مغزت در حال ساختن مسیرهای عصبی جدیده. از این حس فرار نکن. بهش خوش آمد بگو. این خودش صدای رشده. حالا چرا این قانون اینقدر مهمه؟ چون این قانون سیستم عامل پیشرفت توه که حالا داره روی مغز شما که قابلیت تغییر و رشد داره اجرا میشه. این فقط یک ترفند ذهنی نیست، این یه واقعیت بیولوژیکه. تو نمیتونی عادتهای جدید بسازی، نمیتونی با ترسات روبرو بشی، نمیتونی از شکستات درس بگیری وقتی که تو اعماق ذهنت این باور رو داشته باشی که تلاشت بیفایده است. طرز فکر تو همون عینکیه که از پشت اون به دنیا نگاه میکنی. اگه شیشه اون عینک کثیف و بی‌کیفیت باشه، اصلا نمیتونی به دنیا نگاه خوبی داشته باشی. همه فرصتاتو از دست میدی. اما اگه شفاف و تمیز و پاک باشه، از دل چالش ها فرصت جدید میسازی. پس چالش من برای شما اینه: برای یک هفته آینده به صدای درونت گوش کن. ببین در طی روز چند بار طرز فکر ثابت داره با تو صحبت میکنه. این بار آگاهانه از قدرت کلمه هنوز استفاده کن و اون رو به سمت رشد پیش ببر. این باور توئه که واقعیت تو رو میسازه.
پس باوری رو انتخاب کن که تو رو به سمت رشد ببره، به سمت پیشرفت ببره، نه اون باور محدودی که تو رو زندانی میکنه. اگه این ویدیو یک جرقه کوچیک توی ذهنت زد، حتما ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا قوانین بعدی رو از دست ندی. و تو کامنت ها برام بنویس اون باور محدود کننده‌ای که میخوای با قدرت کلمه هنوز به چالش بکشی چیه؟ بی‌صبرانه منتظر شنیدن داستانهای تو هستم. پس تا ویدیو بعدی به رشد کردن ادامه بده.